خب اگر موافقید ما به بحث تحلیل اخبار مرتبط با هوش مصنوعی و چت جی پی تی در صنعت توریسم و گردشگری بپردازیم. اولین برندی که می‌خوایم بهش برسیم بحث ایکسپدیاست که خب یک برند آنلاین و تجارت الکترونیک بوده. الان خیلی موضوع داغی روش هست، میخواد تبدیل به غول فناوری بشه و عملا نمونه هایی که ما توی ایران از این سبک از شرکت‌های تجارت الکترونیک و ای کامرس داریم در فضای توریسم و گردشگری مثل علی بابا میتونیم اسم ببریم، اسنپ تریپ و بقیه شرکت‌های گردشگری که توی ایران هم تعدادشون کم هم نیست. خب عنوان خبر خیلی جذابه: ایکسپدیا launches conversational trip planning، یک برنامه ریز سفر که به شکل کانورسیشنال یا دیالوگ محور عمل میکنه. powered by chat gpt، عملا از چت جی پی تی استفاده کرده، به صورت API بهش وصل شده. توضیح خواهیم داد که اتصال API به چت جی پی تی چجوری خواهد بود برای اینکه اینسپایر بکنه ممبرز ها یا اعضای باشگاه مشتریان اکسپدیا را که بتونن عملا اون برنامه‌ریزی سفر یا رویایی که به یک سفر داشتن رو محقق بکنن. خب خبر بسیار جالبیه، به ما دید میده که نهایتا شرکت‌های گردشگری و توریسم دارن چجوری از هوش مصنوعی استفاده میکنن. بسیار بسیار موضوع جدیه و خوندن این اخبار و اینکه ما نهایتا بتونیم تحلیلشون کنیم به ما این دید رو میده که یاد بگیریم و تو ذهنمون باشه که از هوش مصنوعی چه استفادهایی به لحاظ استراتژی داره میشه و اگر خودمون تو صنعت گردشگری هستیم یا میخوایم ازش استفاده بکنیم به عبارتی بتونیم توی حوزه کارآفرینی، تو حوزه استراتژی و توی حوزه‌ای که ما توی یک شرکتی مدیرش هستیم بتونیم از این ایده ها استفاده بکنیم. خب پاراگراف اول رو با هم دیگه میخونیم. عملا ایکسپدیا یک خبری رو پارسال 4 اپریل 2023 منتشر کرد. البته خبرهای جدیدی و آپدیت‌های جدیدی تو 2024 هم در موردش اومده که عملا اتفاقی که افتاده اینه که از هوش مصنوعی در ورژن بیتای نرم افزار خودش استفاده کرده توی اپلیکیشن برای اینکه ترافل پلنینگ بکنه و این ترافل پلنینگ اکسپریانسی که ایجاد کرده بسیار بسیار جذابه. با چت جی پی تی این کارو کرده. عملا کاربر میتونه اون سفری که میخواد بره یا جایی که میخواد بره یا نگرانیاشو با چت جی پی تی که عملا پشت نرم افزار اکسپدیا هستش در میون بذاره و اکسپدیا توی اپلیکیشن بهش راهنمایی میده با استفاده از عملا قدرت چت جی پی تی. اکسپدیا ممبرز عملا منظور اعضای باشگاه مشتریانن، میتونن از این به بعد به صورت open ended conversation یعنی گفتگوی باز، به معنی اینکه ما توی چت بات های گذشته می‌دیدیم که یک سری گزینه میاد. مثلا فرض کنید که ابتدای ولکام مسیج یا خوش آمدی میگه و بعد میگه که مثلا شما اگر میخواید ساعات کار ما رو بدونید فلان گزینه رو بزن، یا اگر میخواید مثلا آفرهای ما رو بدونید فلان گزینه رو بزن. ولی الان دیگه کاستومر سرویس یا خدمات مشتریان از این مسئله عبور کرده. open ended conversations مطرح هست، به این معنی که ما مثل چت جی پی تی بتونیم با یک اپلیکیشن صحبت بکنیم. البته نمونه های صدا محورش هم هست، مثل اینکه تو دستیارهای هوشمند مثلا شما در مورد سیری میبینید که شما با صدا کردن هی سیری میتونید سیری رو فراخوانی کنید توی گوشی های آیفون، یا نمونه هایی در مورد الکسا توی آمازون و غیره. بنابراین عملا شما اینجا با یک open ended conversation اپلیکیشن مواجه هستید که چیکار میکنه؟ get recommendations به شما عملا پیشنهاد سفر میده. مثلا شما از الان میخواید بگید که من توی تابستون انقدر بودجه دارم و قراره که برم مثلا به استانبول یا آنتالیا یا به طور مثال آسیای میانه یا هر جایی که عملا میخواید سفر برید و اتفاقی که هست میگه که به عملا نرم افزار اکسپدیا میگید که چقدر بودجه دارید و اون به شما برنامه‌ریزی سفر میده و این خیلی موضوع جذابیه. علتش اینه که ما توی بحث عملا سفر و صنعت توریسم دو تا موضوع رو اگر بتونیم حل بکنیم خیلی خیلی به لحاظ رقابتی جلو میافتیم و توی بازار رقابت به شدت پیشی میگیریم. یکی بحث اینسپایریشنه که خب اینجا مطرح شده بود، حالا ما جلوتر بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بحث اینسپایریشن سفر، اینکه یه نفر میخواد سفر بکنه پیش از سفر معمولا درگیر اینه که من کجا برم و این اینسپایریشن و الهام بخشی که
یک مشتری یا به عنوان یک مخاطب بهش بتونیم برنامه‌ریزی سفر بدیم که تو کجا میتونی با این پول بری یا با این امکانات یا تو این زمان. خب خیلی میتونه جذاب باشه. و دوم موضوع بحث تنشن ها یا انگزایتی و استرس های سفره که ما وقتی یه سفری رو می‌خوایم بکنیم یکم ته دلمون نگران نکنه اشتباه این کار رو انجام بدم، نکنه اتفاقات بدی بیفته. بنابراین این اپلیکیشن خیلی کارکرد مهمی تو این زمینه‌ها داره و خب بازش خواهیم کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد و چیکار کرده اکسپدیا. البته نمونه‌هایی در مورد booking.com و بقیه رقیبای اکسپدیا هم وجود داره مثل کایاک و اینها که در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین شما اینجا با یک نیو تریپ پلنینگ اکسپریانس مواجه هستید از طریق هوش مصنوعی که نه تنها عملاً برنامه‌ریزی سفر میکنه بلکه بعد از اینکه شما تایید بدید کار سیو هتل، بوک کردنش و عملاً به عبارتی چک کردن اویلیبیلیتی سفر و همه این کارهای پرواز و اینها رو براتون انجام میده و خیلی عملاً اتفاق عجیب غریب و جالبیه که در نوع خودش میتونه هوش مصنوعی واقعا صنعت سفر رو متحول بکنه و صنعت توریسم رو کلاً متحول بکنه. خب ما این عکس رو میبینیم اینجا که عملاً یک سوالی از چت جی پی تی انجام شده و چت جی پی تی چجوری جواب داده. گزینه‌های ممکن مثلا فرض کنید که یه نفر پرسیده که Can you recommend a couple of romantic resorts on Mayo، یعنی اینکه مثلا از چت جی پی تی پرسیدن که یک سفر رمانتیک 2 نفره رو پیشنهاد بده و چت جی پی تی جواب داده گزینه‌های ممکن و اینها. حالا ما ویدیوشو مشخصا میبینیم و بیشتر در موردش گپ میزنیم که چجوری این اپلیکیشن داره کار میکنه. ولی بخونیم سفر عملا خبر رو ادامهش رو و ببینیم که چه چیزهای دیگه ای توی این خبر هست. خب اول از همه اتفاقی که وجود داره اینه که بحث اهمیت برنامه‌ریزی در سفر موضوع مهمیه که خب عملا اکسپدیا و مدیرعامل اکسپدیا بهش رسیده. مدیرعامل اکسپدیا آقای پیتر کرن هست که ایشون نظرشون رو اینجا گفتن که چقدر اهمیت داره حوزه برنامه‌ریزی در یک سفر و یک سفر رو میتونه دلانگیز یا از دست رفته بکنه. واقعا برنامه‌ریزی بحث مهمیه و به همین دلیل چیزی که آقای پیتر کرن میگن اینه که ما قراره عملاً اکسپدیا و اپلیکیشن و نرم افزار اکسپدیا رو تبدیل به یک کور اپراتینگ سیستم در حوزه سفر و توریسم بکنیم، به این معنی که عملاً مشتری بتونه هر کاری که در حوزه سفر داره رو با اپلیکیشن ما انجام بده. از نقطه آغاز که داره برنامه‌ریزی میکنه، میخواد ایده بگیره تا اینکه سفرش رو بوک کنه، هتلش رو بوک کنه، تمام ایونت ها و جایی که اونجا میخواد بره رو عملا رزرو بکنه، کنسرتی اگر بخواد بره اینها. بنابراین این سیستم عاملی که داره ازش صحبت میکنه اکسپدیا قرار هستش که سفرها رو پرسرعت‌تر، ساده‌تر و اینفورماتیوتر به معنی اینکه با اطلاعات بیشتر انجام بده. و خب این عملا لفظ کور اپراتینگ سیستم خیلی موضوع مهمیه. علتش اینه که شما اینکه چجوری به یک مسئله یا تکنولوژی نگاه بکنید رویکرد یا مایندست شما رو برای ادامه مسیر نشون میده و عملا اکسپدیا برنامه‌اش اینه که با استفاده از هوش مصنوعی نهایتاً به یک به عبارتی کور اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل در حوزه سفر تبدیل بشه. البته این کار رو فقط از چت جی پی تی کمک نمیگیره ولی فعلا نقطه آغازش چت جی پی تی که عملا با ای پی آی به چت جی پی تی وصل شده و چت جی پی تی داره این کارو براش انجام میده. ما در مورد اینکه عملا چجوری باید از چت جی پی تی و به عبارتی ای پی آی هاش استفاده کرد بهش وصل شد و اینا رو تو اپلیکیشن و نرم افزار آورد، یک وبینار خواهیم داشت این هفته یا هفته آینده نهایتاً. چت جی پی تی از چت فیول هست، اینا رو باید برگزار کنیم توی مرکز مشاوره که عملا ما اون لایه اجرایی و به عبارتی اتصال و فنی مسئله رو پوشش داده باشیم. در هر صورت این سیستم عاملی که آقای پیتر کرن دارن اشاره میکنن قرار بحث هتل کامپریژن به معنی مقایسه هتل ها، پرایس ترکینگ به معنی دنبال کردن و ترک کردن قیمت ها، اینکه بتونیم در مورد یک پرواز یا بحث برنامه‌ریزی سفر پایین‌ترین قیمت رو بگیریم و چیزهای شبیه به این که خب عملاً اکسپدیا و اپلیکیشنش رو تبدیل به یک سیستم عامل حوزه سفر و توریسم میکنه. خب اکسپدیا یه اتفاق دیگه که در موردش رقم خورده اینه که این عملا اپلیکیشنش رو به صورت پلاگین توی چت جی پی تی هم دیولپ کرده
یه چیزی که اتفاقی که وجود داره اینه که شما وقتی پلتفرم گوگل به عنوان یک موتور جستجو و سرچ انجین به وجود اومد، دیدید که یک رشته‌ای شکل گرفت روی اون به نام SEO یا SEO یا سرچ انجین اپتیمیزیشن به معنی بهینه‌سازی موتورهای جستجو. الان چت جی پی تی با یوزرایی که گرفته عملاً یک مسئله درش به وجود اومده به نام یک دیجیتال چنل به نام پلاگین ها. شما قبلا میدید که مثلا روی مرورگرها پلاگین نصب می‌کردید و خیلی از برندها هم الان پلاگین دارن روی مرورگرهای مختلف مثل کروم، سافاری و عملاً موزیلا. الان بحث پلاگین های چت جی پی تی هم خیلی مطرح شده. علتش اینه که چت جی پی تی یه عالمه یوزر داره و شما اگر پلاگین نصب کنید و توی چت جی پی تی باشید، خب خیلی به عنوان یک دیجیتال چنل آنلاین پرزنس یا حضور آنلاینتون رو تقویت میکنه. بنابراین خیلی ساده اگر بخوایم این پاراگراف رو تعبیر بکنیم، موضوع پلاگین ها به عنوان یک دیجیتال چنل جدید در حوزه چت جی پی تی باز موضوع بحثه که اینجا مسئله مهمی میشه. خب ادامه پاراگراف رو بخوایم بخونیم، بحث به عبارتی استفاده از AI و ML مستقل از حتی بحث چت جی پی تی مطرحه که ما یک سیملس اکسپریانس بسازیم، به این معنی که ما یک تجربه بسازیم که نهایتاً مشتری بدون اینکه تنش یا انگزایتی یا استرس رو تجربه کنه بتونه کل سفرش رو از پلنینگ، از برنامه‌ریزی تا پست بوکینگ، یعنی تا بعد از اینکه بوک کرد هتل و سفرش رو و بعد اونجا میخواد بره برنامه‌ریزی بکنه. و خب خیلی موضوع جذابیه. عملاً اتفاقی که میفته اینه که اکسپدیا تبدیل به یک VA یا ویرچوال اسیستنت میشه که خودش تعبیر سیستم عامل سفر رو داره و خب اتفاق خیلی خیلی جذابیه. بحث پرسونالیزیشن توی این عملاً کار توی این طرح‌ها خیلی اهمیت داره. پرسونالیزیشن یا شخصی سازی به معنی اینه که ما بتونیم نیازها و موضوعاتی که توی ذهن مخاطب یا مشتریمون هست درک بکنیم و بر اساس نیاز اون پیشنهاد بدیم. خب اینجا عملاً اکسپدیا میگه که من 1.26 کوادریلیون، یعنی هر هزار، یعنی شما کوادریلیون رو بذارید 1000 تریلیون وریبل دارم از اینکه هتلم کجا باشه، روم تایپ یا نوع اتاقم چی باشه، رنج تاریخی که میخوام سفر کنم چی باشه، پرایس پوینت ها یا نقاط قیمتی چی باشه. اینا نهایتا ضرب و مجموعه اینها تریلیون پیشنهاد رو میتونه بسازه و این کار بجز کار هوش مصنوعی و به کارگیری هوش مصنوعی و چیزی شبیه به چت جی پی تی امکان پذیر نیست و این کار رو خب چت جی پی تی داره انجام میده برای اینکه پرسونالیزیشن انجام بده و نهایتا متناسب با نیاز شما خیلی ساده بتونه به شما پیشنهاد بده. خب واقعا همین الان شما اگر برای مثلا فرض کنید تابستون بخواید برنامه‌ریزی سفر بکنید، اینکه کی برید، آیا تاریخ‌هایی که شما می‌خواید انتخاب کنید با کشور مقصد، با کشور مبدأ، آیا تو تعطیلیاش هست نیست، نگرانی دارید یا ندارید، آیا کدوم هتل می‌خواید برید، دسترسی کدوم هتل بهتره، چه تایپ اتاقی باید بگیرید، به لحاظ قیمتی می‌خواید چک بکنید، بودجهتون ممکنه محدود باشه، چه حجم از بودجه‌ای رو برای خود سفر بذارید، چه حجمی رو برای هتل یا هواپیما بذارید، چقدر برای خرید بذارید. اینا همه موضوعاتیه که خیلی مسئله برنامه‌ریزی سفر رو استرس‌زا و پیچیده می‌کنه. از این جهت خب اینجا اکسپدیا میگه که ما برای کانفیدنس یا اطمینان مخاطب این کار رو انجام میدیم که از بحث فلایت بوکینگ تا پرایس ترکینگ همه اینها رو عملاً با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های مبتنی بر ML یعنی ماشین لرنینگ انجام بدیم. خب اتفاق هیجان انگیزیه و به عبارتی میتونه خیلی کار رو ساده بکنه در حوزه سفر، میتونه واقعا باعث یک انقلاب بشه. موضوع دیگه که اینجا به عنوان یک یوز کیس بیزینسی مطرح میشه، میگه که برای سفرهای پیش بینی نشده، خب ما مثلا شما سفرهایی که لست مینتن یا همین الان تو ایران میبینید که سفرهایی که جنساً این شکلی برنامه‌ریزی میشن که به صورت غیر منتظره، مثلا شما اگر بخواید سفرهای لحظه آخری برید، سفرهایی که لست مینت یا لست سکندزن، خب عملاً تخفیف میگیرید. اینجا این ویرچوال ایجنت یا ویرچوال اسیستنتی که مبتنی بر هوش مصنوعی میتونه به شما کمک کنه که عملاً به صورت 24/7 برنامه‌ریزی سفر بکنید و اگر یک سفر غیر منتظره یا لاست مینت تریپ میخواید داشته باشید
اینجا میتونه عملا باز دوباره تو برنامه‌ریزی سفر و سرعتش به شما کمک بکنه. بسیار طرح جذابیه، میتونه اتفاق خیلی ویژه‌ای باشه و عملا کار رو بسیار آسون بکنه برای شما و عملا صنعت توریسم و سفر. خب ویدئویی که خود اکسپدیا گذاشته رو اول با هم ببینیم اگر موافقید و بعد ادامه میدیم. خب یک بار دیگه با هم ببینیم. خب اینجا توی اپلیکیشن عملا اپلیکیشن قبلا وجود داشته، این بخش چت جی پی تی اومده اضافه شده، البته نسخه بیتاست، این توی نسخه نهایی به لحاظ یو آی یو ایکس از این بهتر میشه. خب کاربر میاد میپرسه که عملا چت جی پی تی میپرسه how can I help you، چجوری میتونم توی سفرت بهت کمک کنم. خب اینجا میپرسه که من برای ماه عسل میخوام برم هاوایی، بعد میگه که کجا عملا باشم، ماو یا کاو، بعد ادامه میده. خب اول یه تبریکی به چت جی پی تی بهش میگه، بعد اینجا عملا دوتاشو توضیح میده، دوتا مقصدی که میتونه گزینه باشه. خب در مورد ماهش سوال میکنه، آیا اپریل زمان مناسبی که من برم؟ اینجا در مورد اتاق سوال میکنه و اینکه یک ریزورت یا محل اقامتی باشه که ریکام کنه. خب دقت کنید اینجا وقتی اوکی میده کاربر، عملا این سفری که به عنوان سفرهایی که به عنوان پیشنهاد داده شد بوک میشه و عملا نسخه اولیش و تایید نشدهش عملا ساخته میشه. نگاه کنید اینجا سفرهایی که پیشنهاد داد چت جی پی تی رو ساخت، یعنی اون سفرها سیو شد و کاربر میتونه بره اونا رو تایید بکنه و عملا انتخاب بکنه. خب این هم عملا از موضوعی که اکسپدیا داره. خبرهای زیادی در مورد اکسپدیا بیرون اومده. مجله فست کامپانی از مجلات خیلی خوبی است که جدیداً چاپ کرده روی تحلیل این داستان و تحلیل عملا کار اکسپدیا. خب نکته زیادی توی این خبر نیست، تو همش رو تقریبا خوندیم، ولی عملا اینو باید در نظر داشته باشیم که این مسئله توی بتا تسته و شما هم اگر بخواید شروع بکنید به مسئله استفاده از این قابلیت یا هوش مصنوعی توی اپلیکیشن یا وبسایتتون، عملا باید چند مرحله تست رو پیش رو عملا پشت سر بذارید. البته که بدونید که هر کی زودتر شروع بکنه طبیعتا میتونه تو بازار وحشتناک سهم بازار بگیره و عملا اصلا این قابلیت خیلی فوق العاده ایه که کسی که شروع بکنه و اولین نفر باشه و سریعتر توی این مسئله تستاشو بگیره و جلو حرکت کنه، به شدت خودش رو تو بازار میتونه جلو بندازه و عملا از بقیه جدا بکنه و بکنه. خب این خبریه که باز تحلیل متفاوتی روش شده، برندهای عملا مجلات مختلفی روی این مسئله تحلیل کردن. من دیگه دوباره خونی نمی کنم بعد اینکه عملا خب خبر رو میدونیم، تحلیلش هم شنیدیم، ولی میخوام چیزی که اشاره بکنم اینه که عملا فقط این برند به عبارتی اکسپدیا نیستش که این داستان رو پیگیری میکنه. الان booking.com هم باز دوباره همین موضوع رو پیگیری کرده، بحث چت جی پی تی و جنراتیو ای آی،
که خب موضوع بسیار بسیار مهمیه که عملا همه برندهای سفر و توریسم دارن روش حرکت میکنن. حالا هر کدوم با یک یوز کیس بیزینسی. مثلا الان خود booking.com بیشتر رو last minute summer vacation تمرکز کرده، یعنی اون بحث برنامه‌ریزی سفرش رو روی سفرهایی که نهایتا last minute هن و سفرهای لحظه آخری به فارسی بهشون میگیم تمرکز کرده، برای اینکه بتونه مشتریاش رو جذب بکنه وقتی که لحظه آخر میخوان سفر کنن و عجله دارن، عملا بتونن با یک سرعت بسیار زیادی از چت جی پی تی کمک بگیرن و سفرشون رو بدون استرس، بدون انگزایتی، بدون تنشن و تنش عملا تجربه بکنن و برنامه‌ریزی بکنن. خب در مورد این عملا برندهای مختلف صنعت توریسم بحث زیاده و برندهای مختلفی در حال کار هستن. حتی یک استارتاپی به نام لایلا اصطلاحاً شکل گرفته که مثلا تو این زمینه داره کار میکنه، خیلی مستقل و عملاً داره خیلی تمرکز گذاشته روی بحث برنامه‌ریزی سفر و جستجوی سفر و به عنوان یک AI پلنر کار میکنه. خب این عملا موضوعیه که خیلی مهمه ما توی بحث توریسم بهش بپردازیم. من سعی کردم توی نسخه ضبط شده وبینارمون خیلی خلاصه این موضوعات رو کاور بکنم برای اینکه خیلی جمع و جور به مسئله بپردازیم، ولی در موردش بیشتر گپ خواهیم زد. 2-3 موضوع هست که ما در موردش وبینار خواهیم داشت در هفته‌های آینده. یکی بحث استفاده از چت جی پی تی و اتصال بهش، یکی بحث استفاده از نرم افزارهای دیگه مثل چت فیول که اومدن روی چت جی پی تی کار رو آسون کردن و خیلی از بیزنس‌ها میتونن اکانتش رو خریداری کنن و ازش استفاده بکنن. در مورد طراحی این مسائل و اینکه چجوری باید تو سفر مشتری قرارش بدیم و نهایتاً چجوری باید بتونیم مثلا اگر بحث اینسپایریشن مخاطب رو داریم از این به عبارتی قابلیت ها استفاده بکنیم، وبینار خواهیم داشت برای اینکه نهایتاً بتونیم اون مسئله‌ای که شما دنبالش هستید رو به مرحله اجرا برسونیم. خب ممنونم. این نسخه عملاً ضبط شده و کوتاه وبیناره برای اینکه خیلی ادامه دار و زمان بر نشه. من این بحث رو تموم میکنم، ولی در وبینارهای بعدی انشالله در خدمتتون هستیم و انشالله بیشتر در موردش گپ خواهیم زد.